میریم از بیرون میگیریم 10 تا 20 تا کار کرد افت قیمتشو کرده. ظاهر باطن ماشین همینه که دارید میبینید. بنویسیم مشکل نداره. 200 خیلی کمه، حداقل 400 بزن. ماشینو میذارم پارکینگ خونه. اینم داستانای کار تو شده. تو گفتی بریم از بیرون بگیریم. چیکار میکنم؟ یه جواب بده حالا. الو سلام. عزیز ما اومدیم برای سند زدن ماشینت مثل اینکه توقیفی داره. چه که برگشت توقیفی داره؟ ولی من خبر ندارم که. حالا باید صبر کنی دیگه. صبر کنیم چیه؟ من دیگه نمیتونم پای شما صبر بکنم. شما یه زحمت بکش پول منو ردیف کن من بیام بگیرم ازتون. چرا حالا زودتر نرفتی سندو بزنی؟ باید صبر کنی. حالا بذار ببینم چی میشه دیگه. نمیشه من به خاطر شما صبر بکنم. باید یکم صبر کنی دیگه. من پولو خرج کردم. دیدید که اون روز من به خاطر بدهی ماشینو فروختم. الانم جایی هستم نمیتونم صحبت کنم. حالا بعدا با هم صحبت میکنیم. صبر چی بکنم؟ الو بیا قطع کرد. کجا؟ کلاهبرداری کرد. این کلی بدهی داره. الان باید بدهی اونم صاف کنیم. بریم شکایت بکنیم. همه تقصیر توئه.